همون مال لازم است برای آنکه عقیقه واقع شود حتما باید مال بکشی. بکشیش خیلی که میده خوردن بگی آخه برای هم خانواده تا گوشت میخری که خانت پریگنده آیا ده هم عقیقه کنی سنت پیغمبر را زنده کنی هم خانه را به گوشت تامین کنی چیزی آن داره از برای خود همه خود جوانمرد چه انشالله فرزند هم رنگی خود جوانمرد بشه خود به غیرت باشی به یقین بدون که همون فرزند هم خود یک شخصی هم تری سختی مرده بوده است در سختی و کنسکی نامدار و مشهور. یه روز این مردک در بصره بوده است. یه روز یک رفیقش از کوفه مهمان می شود. یک رفیقش که چند مدت ایره نان و آب داده و ضیافت کرده گرفته است. وقتی که در کوفه می رفته است این مرد مهمانی همین میشد است. پسرش دعوت میکنه یه آدمی بخیل میگه بچه جان همین اماکت فلانی بسیار آدمی بانمک است. نون ایره بسیار خورده گیم. این از من بسیار قدردان است. من اینا 10 دیرم برای یک گوشت فسان بخر یک گوشت خوب بخر بیار یک خیله کنیم همین گوشت بریام کنیم همین امک یک ضیافت بتیم. پسرش خوب میگه پولا میگیره میبروید. بعدی 3-4 ساعت بیاید دستش خالی و میگه بچم جوانمرد کنه خدا که آخی من ترا گفتم که این آدم قدردان است. آخی ما راهی ترا نگه داریم یگان چی خوردگی نیستیم و دستات خالی اومدی کو. گفت پدر گفته که گوشتی بهترین بخر. گفت بله بچم. گفت من همین سراغ کردم که ای همه گوشتی بهترین در کدام قصاب باشه. یا ادرسم دادن او پرای شهر ده. رفتم نزدش گفتم اکی قصاب یا مهمان خوب داریم همین گوشتی بهترین شد و برمتیم. گفت هاز یا گوشت میبرمت مسکه واری ملایم. دیگه گفتم سبحان الله این گوشت با مسکه قیاس کرده پس معلوم میشه که ای گوشت در مسکه خوب است. بیا برو اگر این مسکش بخرم. آخی ای گوشت که مسکه خوب باشه مسکش بخرم خوب نیست. نزدی مسکه فروش رفته میگم بقال گفتم اگر یا مسکه تازه بته که مهمان بسیار عالی قدر داریم. گفت یا مسکه میبرم میکشمت ای اصل ده شیرین. گفتم سبحان الله اوی مسکه را با اصل قیاس کرده است پس معلوم میشه که اصل بهتر بده است. بیا برو اگر اصل بخرم. پیش اصل فروش رفته میگه گفتم اکا همین اصلی پیشت بکش بده. گفت یا اصلت میگیرم ای او در روشن. میگه گفتم الله اکبر معلوم میشه ای همش همین او خوب بده است. اوخه ای همه ده که او خوب باشه در دهانی در خونم و چشمه نازنین از میرم کوزه را پری او میکنم در پیش مهمون میمونم زدم بگیره در جوری شریفش. بگو بچم برکالله آفرین فرزند حلالی بده. همین فرزند رنگی اصلش میره. از حکیم کرد شاگرد سوال که مهندس کیست فرزند حلال. یک شاگرد میگه از استادش سوال کرد که استاد محترم همین فرزند حلال زاده چه خیلی فرزنده میگن. گفت آن کو عاقبت گردد شبه با پدر گر بخرد است گر صفه. استاد در جواب گفت بچم همین فرزند حلال زاده فرزندی را میگن که عاقبت الامر با پدر شبه میشود. چندگاه گر نماند با پدر عاقبت خود را رساند با پدر. شاید در سین سال جوانی یکم خلق و فعلش فرق کنه اما روی همون مثل اون پدرش میشود. ورنه فعل او بر این معنا گواست دست از او بکسیل که فرزند زیناست. اگر این خیلی باشه با یقین بفهم که همین فرزند حلال زاده نیست. بچه‌ام گفت برکالله تو حلال زاده بده لیکن یک چیز با اینوبت نگرفتی. ای بچه این طرف شهر با اون طرف شهر این طرف شهر با این طرف شهر این قچرخ زدی و پاپوشیات خورده کردی همه را. گفت پدر وقتی تو نشان دادی که به همین امک تا گوشت بخر گفتم ایده سر همین ضیافت همین امک میخره کو پاپوشی های همین را پوشیدم برم. همین چیز اصلیت داره واقعیت داره. امروز تو عقیقه کردی امروز تو سنت پیامبر احترام کردی با یقین بدون که فرد و فرزند هم مثل خودت میشه برادر عزیز. یا چیزی هست که طبیعت خدای تعالی طبیعت به همین شکل خلق کرده است. کما تدین و تدان چه خیلی تو معامله کردی با تو هم خیلی معامله میشه. برای همین در این مسئله آدم باید جوانمرد باشه با غیرت باشه. امام غزالی قصه میکنه خدا رحمتش کنه در احیاء العلوم میگه یک شخص فرزنددار شده است. اگه میخواد که عقیقه پیغمبر کنه
مردم به سنت پیغمبر زود